برای درست کردن پلو میگو اول پیازها رو نگینی خرد میکنیم، بعد مقداری روغن میریزیم داخل تابه تا کامل سرخ شود. وقتی یکم پیازا طلایی شد میگوها کامل میریزیم داخلش. اینم میگو جنوبی. این پلو میگو یه غذای جنوبی است که مردم جنوب خیلی دوست دارن. یکم تفتش میدیم. یکم گاز رو کم میکنیم تا میگوها یکم آب بندازن، بعد کامل سرخ بشن. بعد از چند دقیقه میایم زردچوبه با فلفل سیاه با زنجبیل، پودر زنجبیل، اینا رو کامل به مواد که میزنیم به میگو نمک هم میریزیم. چون میگوها بزرگ هستن باید بپزن، گازو کم کردیم. حالا سبزی مایی رو داخل میگوها میندازیم که با یکم با آب سبزی هم اونا پخته بشه. کامل دارم نشونتون میدم. سبزی مایی رو بردم زیر میگوها رو گذاشتم روش. نگاه کنید کامل بذاریم تا سبزی آب بشه. بعد که آب شد چند حبه سیر خورد میکنم میریزم داخلش. بعد بقیه کارو بهتون میگم. وقتی که یکم آبش خورد یکم روغن میریزیم، کامل هم میزنیم. بعد سیرامونو خورد میکنیم میریزیم داخلش. اینا بچه این هم سیر من خیلی کم ریختم، حالا شما میتونید بیشتر بریزید. سیرا هم که ریختیم میذاریم یکم تفت بخوره. بعد که تفت خورد بعد آخر سر بهتون میگم چی کار کنید که خوشمزه تر بشه. بچه ها دیدی حالا دیگه داره کامل سرخ شده، همه مواد قاطی کردیم. حالا دیگه مونده به آخرین کارمون. بچه ها بعضی ها میان ربع انار بهش میزنن. حالا منم یه قاشق پر ربع انار میریزم داخلش. اینا ربع انار که بریزی ها خیلی خوشمزه تر میشه.
بعضی ها میان کشمش میریزن، ولی من الان دوست ندارم کشمش بریزم، ولی رب انار که ریختم خیلی خوشمزه میشه. حالا بذار همش بزنم، باز براتون فیلم میگیرم. بچه ها بعضی ها میگن قلیه میگو چطوره؟ قلیه میگو هم مثل همینه، به جای رب انار میان تمر هندی بهش میدن، تمر هندی بهش میدن کامل، میذارن جا بیفته، بهش میگن قلیه میگو. ولی این الان بهش میگن میگو کامل، بزرگ، خوشمزه، غذای جنوبیه. بعدش الان من میخوام کنمش پولای برنج. اینه که انجام دادیم کامل، دیدید خود چجوری خوشگل افتاده. حالا دیگه ما باید بریم بذاریمش پولای برنج. تا قابلمه روغن ریختیم، حالا میخوایم نون پهن کنیم. نون پهن کردیم، الان میخوایم برنجمون رو کم کم بریزیم، بعدش میگوها رو بذاریم وسط برنج. برنج رو ریختم، حالا میگو میذارم وسطش، بقیه برنج رو میریزم روش. بچه ها کامل میگو رو گذاشتم وسط برنج، الان بقیه برنج رو میریزم روش. حالا دیگه برنج رو سرشو میذاریم رو گاز تا دم بکشه.